سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم دوم ماه تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز. در این برنامه تبادلات یا کاندیدات‌های نو در حزب دموکرات، امامعلی رحمان حمله خونین کروکوس را ضربه سخت به آبروی تاجیکستان امید، نامه غفور صدای به رستم امامعلی، پیر شدم آزادم کنید، به خانه برگردم. سیم برق میماندند، تهدید تجاوز میکردند، شکایت 16 نفر از جمله 5 زن و 2 نابالغ از شکنجه، بازگشت به دوران فئودالی، خرید و فروش سربازان در تاجیکستان. و اکنون تفصیلات خبرها. تاجیکستان امامعلی رحمان روز 9 ماه سال 2024 در جریان سفرش به مسکو در کرمل با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین ملاقات کرد. در این دیدار دو رهبر بجز از مسائل مربوط به همکاری دو کشور همچنین حمله تروریستی در تالار کنسرت‌های کروکوس و وضع خیلی پیچیده گشته مهاجران تاجیک را در روسیه بررسی کردند. امامعلی رحمان مسائل مهاجران تاجیک را خیلی حساس نامید و گفت حمله تروریستی در کروکوس که اکثر متهمانشان زادگان تاجیکستانند به آبروی تاجیکستان ضربه خیلی جدی زد. او در آغاز دیدارش به پوتین گفت من امروز میخواستم به شما برخی مسائل از جمله مسائل مربوط به مهاجران کره ما را بررسی کنم. این برای ما موضوع خیلی اساس و یکی از مسائل اساسی است، چون که سطح رشد دموگرافی در تاجیکستان خیلی بلند بوده. شماره اهالی 2.5 مرتبه افزوده است. تاجیکستان یکی از آن جمهوری‌های سابق اتحاد شوروی بود که ارتش شوروی را در وقتش با بتالون‌های کارگران ساختمان تامین میکرد. در تمام ساختمان‌های کم‌سمانی در همه ساختمان‌های بزرگ تاجیک‌ها کار میکردند و حالا هم کار میکنند. به خصوص در رشته ساختمان تاجیک‌ها یک خلق قدیم‌ترین بوده، تاریخ و فرهنگ و تمدن قدیم دارند و آنچه که رخ داد برای ما مطلقا غیر قابل قبول است. این به آبرو، تاریخ، فرهنگ و عنعنه‌های مردم ما ضربه خیلی جدی زد. ما در آینده نیز با شما در این مسئله ها همکاری زیاد خواهیم کرد. پوتین به نوبت خود به امامعلی رحمان برای آنکه یکی از اولین‌ها شده بعد حمله کروکوس به او زنگ زده اظهار سپاس کرد. در پی بررسی موضوع مهاجرت بنا به گزارش خدمات مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان در این زمینه، جانب‌ها جهت تقویت فعالیت وزارت و اداره‌های مربوط دو دولت در سمت‌های مذکور به موافقه رسیدند. ضرورت از جانب اداره‌های دخلدار اندیشیدن تدبیرهای مشترک مؤثر جهت رفع مشکلات در سوای مهاجرت کره به وجود آمده به خصوص تاکید گردید. موافقه حاصل شد که به این خاطر ایت‌های بلندپایه هر دو جانب در ملاقات‌های نزدیک مذاکرات دایر نمایند. امامعلی رحمان با دعوت پوتین برای اشتراک در نشست غیر رسمی سران اسنگ و چاره‌بینی‌های بخشیده به عید غلبه سفر کرده بود. در چندین روز اخیر پوتین و رحمان اینک بار دوم وضع به سر مهاجران تاجیک در روسیه پیش آمده را بررسی می‌کنند. این موضوع یکی از موضوعهای اساسی صحبت تلفنی آنها در روز 3 ماه هم بود. فشارها به مهاجران تاجیک در روسیه بعد حمله خونین تروریستی روز 22 مارس سال 2024 در تالار کنسرت‌های کروکوس سیتی هال در شهر کراسنوگورسک در کنار مسکو وسعت بی‌سابقه گرفته است. این حمله 145 کشته به جا گذاشت. حزب دموکرات تاجیکستان طوری به نظر می‌رسد وارد مرحله جدایی نوبتی شده است. در نشریه رسمی حکومت تاجیکستان روزنامه جمهوریت و خبرگزاری خاور روزهای 3 و 7 ماه خبر دادند که روز 11 ماه سال 2024 انجمن غیر نوبتی حزب دموکرات تاجیکستان دایر می شود. در این انجمن فعالیت حزب دموکرات در 2 سال اخیر و مسئله های تشکیلی از جمله انتخاب رئیس و دیگر رهبریت آن را در بر میگیرد. اما روز 8 ماه سید جعفر عثمانزاده رئیس حزب دموکرات و وکیل پارلمان تاجیکستان در صفحه‌اش در فیسبوک خبر داد که روز 8 ماه ساعت 14:00 در دوشنبه جلسه غیر نوبتی شورای سیاسی حزب دموکرات تاجیکستان دایر شد. عثمانزاده میگوید در این جلسه از 11 عضو شورای سیاسی 8 نفر، 6 نفر شخصا و 2 نفر دیگر به طریق سلکتوری اشتراک داشتند و تنها 3 نفرش اشتراک نداشتند. بنا به اطلاع عثمانزاده در جلسه به هیئت شورای سیاسی حزب دموکرات تاجیکستان 4 عضو نو بوریخ لیودمیلا، الفبیک و گلنوره، سفروف امانالله و شریف فلیشر شامل کرده شده. در این زمان شهباز ابرار و یلدوشف
عبدالجبار برای رفتار غیر آیین‌ناموی و تفریقه انداختن در داخل حزب از هیئت شورا خارج کرده شدند. عثمان زاده گفت شورای سیاسی حزب دموکرات تاجیکستان انجمن روز 11 می دعوت شده را غیر قانونی خوانده خواسته است که در سازمان‌های حزب دموکرات تاجیکستان در شهر دوشنبه و ولایت سوخت جلسه و گذرانده شده رفتار غیر آیین‌ناموی شهباز ابرار و یولداشوف عبدالجبار محاکمه کرده شود. خود همان روز 8 می باز هم در خبرگزاری دولتی خاور اظهارات جوابی مخالفین عثمان زاده نشر شد که در آن گفته می شود که 7 عضو شورای سیاسی حزب دموکرات تاجیکستان روز 6 اپریل در دوشنبه جلسه دایر کرده انجمن 8 حزب را دعوت کردند. آنها ادعای عثمان زاده درباره اشتراک 8 عضو شورا در جلسه روز 8 می را نیز زیر سوال بردند، ولی روز 8 می سال 2024 عثمان زاده برخلاف طلبات آیین‌نامه حزبی به طور غیر رسمی از نام شورای سیاسی برگزاری جلسه و قبول قرارهای اعلام کرده است. از 11 نفر اعضای شورای سیاسی تنها 4 نفر می توانستند در جلسه او اشتراک کنند که این مقدار به طلبات آیین‌نامه مخالف است. این در حالی است که 1 نفر اعضای شورا در ولایت مختار کوهستان بدخشان و 1 نفر دیگر در بیرون از تاجیکستان قرار دارند. ما اعضای شورای سیاسی چنین رفتار عثمان زاده را غیر عادلانه و مخالف آیین‌نامه حزب دموکرات تاجیکستان مینامیم و طلب میکنیم که از چنین روش‌های ضد آیین‌ناموی دست بکشد. خاورم چنین اظهارات علیشیر ایدی‌زاده نام نفری را که همچون عضو این حزب از سال 1989 معرفی می شود نشر کرده است که اظهارات عثمان زاده را اظهارات آشفته نامیده محکوم کرده است. سید جعفر عثمان زاده در صحبت با پایگاه خبری بامداد گفت جلسه روز 6 اپریل در اصل معرکه افطار در خانه یک عضو حزب در پایتخت بود. عثمان زاده گفت همراه همسرش در اول ماه اپریل برای طبابت به خطای رفته بود و تبادلاتگران از فرصت استفاده برده مردم را جمع کردند و آنها را فریب دادند که گویا این کار را هم با خود عثمان زاده و هم با کلانهای حکومت مصلحت شده باشد. عثمان زاده گفت به شهباز ابرار و عبدالجبار یولداشوف در این نقشه تبادلات ژورنالیست شناخته احمدشاه کاملزاده هم کوش است، ولی او به خاطر دوستی خانوادگی که با کاملزاده داشت در جلسه شورا مسئله او را هم مطرح نکرد. از نام پرزیدنت و از نام رستم امامعلی گپ زده ایستادند، ولی کسی نمیداند که در پسشان کی ایستاده است. ولی ما انجمنی را که روز 11 می دعوت کردند قبول نداریم، گفت سید جعفر عثمان زاده. ولی عبدالجبار یولداشوف یکی از آنهایی که به قصد تبادلات در داخل حزب دموکرات عیبدار می شود و بامداد گفت انجمن روز 11 می دایر خواهد شد و در آن مسئله انتخاب رهبر نو حزب بررسی خواهد شد. حزب دموکرات تاجیکستان 2 آگوست سال 1990 از جانب شادمان یوسف تشکیل شده اولین حزب الترناتیوی در برابر حزب حاکم کمونیست در جمهوری بود. این حزب در 34 سال تاریخش چندین تبادلات را پشت سر کرده است. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. غفار میرزایف یکی از فرماندهان زمان جنگ شهروندی تاجیکستان و از یاران پیشین پرزیدنت بار دیگر خواهان بازبینی حکم شده است. او را 20 سال پیش دستگیر و به حبس 1 عمری محکوم کردند. خودش در ملاقات آخر با پیوندان گفته است زود بیمار می شود و می خواهد باقی عمر را در خانه در کنار نزدیکان گذراند. حالا 68 سال است. درخواست جنرال زندانی برای بازبینی حکمش به واسطه نزدیکان به مقامات تاجیکستان فرستاده شده است. عایشه میرزایف و خواهر غفار میرزایف روز 9 می به رادیو آزادی گفت با برادرش در اول همین ماه در زندان گپ زده است. گفت که چند دفعه برای بازبینی پرونده و حکم به دادستانی و دادگاه نامه نوشت اما توجه نشد. حالا به رئیس مجلس ملی رستم امامعلی نامه نوشته است. از وضع سلامتیش شکایت کرد. پایهایش ورم کردند. افزود عایشه میرزایف. مقامات تاجیکستان تا این لحظه برای شرح موضوع دسترس نبودند. معلوم نیست که آنها نامه جنرال زندانی را دسترس کردند یا نه. غفار میرزایف در گذشته به دادستانی کل، دادگاه عالی و مقامات دیگر تاجیکستان نامه فرستاده درخواست بازبینی پروندهش را کرده بود. پیوندانش میگویند در 20 سال گذشته به قضیه او توجه نشده است.
تنها یک دفعه نماینده دوره امبودسمن گفته بودند که با وی در زندان صحبت کردند. پس از آنکه سال 2020 شکایت کرد، او را با رقیبان سابقش در زمان جنگ شهروندی در یک جا نگاه می‌دارند. میرزایف در زمان جنگ شهروندی تاجیکستان فرمانده نیروهای گارد ملی بود و سربازان تحت اطاعتش در صف پیش قرار داشتند. در آن طرف سنگر نیروهای اتحاد مخالفین تاجیک بودند که بعضی آنها به حبس ابد محکوم شدند. خواهرش میگوید غفور میرزایف حالا از شرایط زندان راضی است. اگر پیشتر در نیم سال یک دفعه خوراک میبردیم، حالا هر 3 ماه میبریم. قبلا در یک سال 2 مرتبه ملاقات میکردیم، حالا 3 مرتبه میبینیم. غفور میرزایف در سال 2024 بازداشت و بر اساس 3 بند قانون جنایی از جمله خیانت به دولت، قصد تشکیل تبادلات، خرید سلاح، سوء استفاده از مقام و جرم‌های دیگر به حبس ابد محکوم شد. او فرمانده سابق گارد پرزیدنتی و رئیس آژانس مبارزه با مواد مخدر بود. چندین سال در منصب پرزیدنت کمیته المپی تاجیکستان نیز کار کرده است، مقامی که حالا رئیس جمهوری امامعلی رحمان به عهده دارد. میرزایف ختم کرده شعبه غایبانه رشته حقوق دانشگاه ملی تاجیکستان است و تحصیل را در اکادمی نظامی روسیه 1 سال پیش از بازداشتش به پایان رسانده بود. با وجود آنکه مناسبت به کار و زندگی غفور میرزایف در تاجیکستان یکسان نیست، 2 سال پیش گروه کاری سازمان ملل در مورد بازداشت‌های خودسرانه خواست او را رها کنند. حقوقدان‌های بین المللی بعد از تحقیق قضیه او گفتند جریان بازداشت و حبس، اعلان حکم و مهلت نگهداری میرزایف با نقض فراوان قانون‌های تاجیکستان صورت گرفت. مقامات حکم او را درست و قانونی دانستند. در ساخت عائله‌هایی که پسرانشان به خدمت حربی نمی‌روند مبلغ جمع می‌کنند. مبلغ جمع شده به عائله سرباز به ارتش رفته داده می‌شود یا برای خریدار سرباز از نوعه دیگر صرف می‌گردد. در برخی شهر و نواحی ولایت سوخت شیوه نوی خلاص از خدمت حربی رواج یافته است. والدان جوانان سن خدمتی حربی مبلغ جمع نموده به نفر میدهند که به جای پسرشان خدمت حربی را ادا میکند. در حالت یکم مبلغ جمع شده به عائله داده می شود که پسرش اختیاری به خدمت می رود. به این را محله و جماعت گویا نقشه را اجرا و قرضش را نزد کمیسریت حربی ادا می کند. در حالت دیگر بر عوض مبلغ جمع شده کارمندان کمیسریت حربی جوانی را از دیگر جماعت یا نوعه از نام جماعت پول جمع کرده به ارتش میفرستند و این را نیز محله یا والدان را از گسیل فرزندانشان به ارتش آزاد میکند. مقامات که مشکلات دعوت به خدمت را هیچگاه اعتراف نمیکنند، این بار هم موجود بودن این شیوه جلب جوانان به خدمت حربی را تصدیق و رد نکردند، ولی حقوقشناسان میگویند این برآمدن از حد وکالت منصبی بوده جوابگری جنایتی را پیش بینی میکند. ساکن یک جماعت شهر اصفهان به شرط ذکر نشدن نامش بعض پلوس گفت در جماعت‌های نوعه این تجربه چندین ساله است که استفاده می شود. مثلا در محله ما چندین سال اخیر خانواده‌هایی که فرزند سن دعوتی دارند با سروری رئیس محله مبلغ معین جمع‌آوری می‌کنند. مبلغ را برای عائله جوان یا جوانان می‌دهند که اختیاراً به خدمت حربی می‌روند و به قول نقشه محلی را اجرا می‌کنند. گفتم صحبت ما راه دیگر هم هست. والدان مبلغ جمع‌آوری می‌کنند و به کارمندان کمیسیای دعوت یا کمیسریت حربی می‌دهند. به عوض این مبلغ کارمندان کمیسریت جوانی را از جماعت یا نوعه دیگر از نام جماعت پول جمع کرده به خدمت حربی می‌فرستد. دقیق نمی‌دانیم به عائله یا خود اون سرباز مبلغ داده می‌شود یا نه، اما نرخ یک سرباز تقریباً 20 یا 30 هزار سومونی است. ذکر کرد هم صحبت ما. شیوه دیگر این را در نوعه عینی استفاده می شود. در این نوعه از خانواده‌هایی که پسرانی از 18 تا 27 ساله دارند مبلغ جمع‌آوری می شود و آن برای خریدن سربازان از نوعه‌های همسایه صرف می گردد. این خبر را چندین ساکن این نوعه بعضی پلوس تصدیق کردند. از وزارت مدافع تاجیکستان بعضی پلوس وجود این شیوه جلب جوانان به خدمت حربی را تصدیق و رد نکردند، ولی گفتند که در این رابطه به وزارت شکایت وارد نشده است. دلربا صمد و حامی حقوق سربازان تاجیک و رهبر دفتر آزادی‌های شهروندی میگوید دعوت به خدمت سربازی باید تنها در اساس قانونگذاری عمل کننده صورت گیرد. راه دیگر دعوت یا هوسمندگردانی در قانونگذاری کشور درج نگردیده است و همه آن برآمدن از حد وکالت‌ها محسوب شده جوابگری جنایتی را پیش بینی می‌کند. گفتم صحبت ما مقامات تاجیک هیچگاه وجود مشکل در دعوت به ارتش را اعتراف نکردند و میگویند که جوانان بعد گرفتن دعوتنامه اگر به کمیسریت حربی حاضر نشوند مقامات ملی حق دارند آنها را زوراً حاضر کنند.
گفتم به مورد است که چندین سال اخیر در جریان ملکه دعوت شیوه نو استفاده می شود. از گروگانگیری والدین تا بریدن خط برق اهالی و بستن در مسجدها، باید گفت در تاجیکستان در 2 نوبت بهار و تیرماه جوانان از 18 تا 27 ساله را برای خدمت در ارتش جلب می کنند. یادآور می شویم که از 1 اپریل دعوت شهروندان سالهای تولد 1997-2006 تاجیکستان به خدمت حربی آغاز شد و آن تا 31 می ادامه می یابد. ائتلاف جامعه شهروندی ضد شکنجه و بی جزایی در تاجیکستان در حسابات سالانه‌اش که روز 10 می سال 2024 نشر شد خبر داد که کاتبات گروهی کمک حقوقی و سازمان‌های عضو این ائتلاف حامیان حقوق انسان در طول سال 2023 در جمهوری 16 حالت شکایت شهروندان از شکنجه و بدرفتاری ثبت کرده است. در 5 حالت زنان و در 2 حالت نابالغان از شکنجه و بدرفتاری اساساً میلیسیا شکایت کردند. اما ناظران امور بر اینند که موردهای شکنجه و بدرفتاری در تاجیکستان خیلی بیش از 16 حالت است، ولی بسیار از قربانیان شکنجه از ترس انتقام مقامات و تحت تعقیب باز هم بیشتر قرار گرفتن خودشان یا نزدیکانشان بعد آن آب میگیرند و به یگان جا شکایت نمیبرند. بنابراین صبحها مراجعت کنندگان اساساً از چنین حالتهای پایمال شدن حقوق آنها در جریان بازداشت و پیشبرد تفتیشات شکایت داشتند. بازداشت‌های غیر قانونی و خودسرانه، خشونت جسمانی از جمله لطاکوب، شکنجه با نیروی برق، تهدید تجاوز به ناموس قربانی شکنجه و یا نزدیکان او، تهدید به حبس انداختن، جزا دادن یا پس زدن شأن و اعتبار. بنا به حساب‌های ائتلاف ضد شکنجه و بدرفتاری اساساً با مقصد به دست آوردن اعتراف گناه، جزا دادن برای اعمال مشخص و یا همچون چاره برای پس زدن شأن و شرف انسان و موطع ساختن او استفاده می شود. سن قریب نصف مهاجرت کنندگان از 35 تا 45 بوده، 5 نفر از سن 46 تا 60، 2 نفر دیگر از سن 19 تا 34 و 2 نفر دیگر نابالغ بودند. در 15 مورد شهروندان از بدرفتاری کارمندان مقامات کارهای داخلی و در 1 مورد دیگر از مقامات امنیتی شکایت کردند. گروه کمک حقوقی ائتلاف ضد شکنجه چند مشکل عمده را که حقوقیشان و قربانیان شکنجه در سال گذشته روبرو شدند نیز برشمرده است. از ادامه دعوا نسبت به رفتار غیر قانونی مقامات حفظ حقوق دست کشیدن قربانیان شکنجه و یا خویشاوندان آنها، از دسترسی بلافاصله به موکلان خود محروم بودن ادوکات‌ها، چون که ماموریت بازداشتگاه‌ها اجازت خطی مفتشان را طلب می‌کند، بازداشت شدگان را گول می‌زنند و یا با وعده بر دروغ آزادی به اعتراف گناه وادار می‌کنند، مجبور کردند به دادن بیانات به ضد خود برخلاف قسم 5 ماده 12 کودکس جنایتی و مرافعوی. به اساس طول دادن تفتیشات پیشکی حالت‌های استفاده شکنجه، از جانب مفتشان پیوسته صرف نظر شدن درخواست‌های ادوکات‌ها جهت انجام عمل‌های علاوه‌ای تفتیشاتی، تامین نشدن امنیت قربانیان شکنجه و شاهدان کلیدی، از ترس تعقیبات از طرف تفتیشات در برخی موردها، از اقدام‌های لازم خودداری کردن برخی ادوکات‌ها. ائتلاف جامعه شهروندی ضد شکنجه و بی‌جزایی در تاجیکستان چندین سازمان حامی حقوق انسان را در بر گرفته به قربانیان شکنجه و بدرفتاری در این کشور کمک بیپول حقوقی و طبی و روانی می‌رساند. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.